سلام. امروز 16 دی ماه 1404 و ویدیویی که دارید مشاهدهش میکنید رو من حدود 2 ماه قبل ضبط و تولید کردم، ولی کارهای ادیتش مونده بود. خیلی اهمال کاری کردم بابتش و اصلا دیگه یه مدتی بیخیالش شده بودم، تا اینکه متاسفانه با بحث اعتراضات به حق مردم روبرو شدیم و توی این چند روز گذشته مخصوصا حالم به شدت بد بود. برخلاف ویدیوهای قبلی که حالا قطعا هدف اولم از تولیدشون درآمدزایی و بعدش آگاهی بخشی بوده، این ویدیو رو صرفاً فقط برای دل خودم کاملش کردم. ببینید متوجه میشید خیلی جاها بد ادیت خورده، خیلی جاها اصلا ادیت نخورده، تصویر نداره، شبیه به پادکسته. این صوت رو گرفتم که فقط ازتون عذرخواهی کنم. گفتم فقط حالم بد بود و دلم میخواست یک کاری انجام بدم، یک کار عقب افتاداری رو انجام بدم که کمی ذهنم از این اتفاقاتی که داره توی کشور میفته پرت بشه، حواسم پرت بشه و گفتم قبلش یه عذرخواهی بکنم بابت اینکه این کیفیت ویدیو اینقدر پایینه، ولی سعی کردم محتوایی که حالا 2-3 ماه پیش ضبط کرده بودم کاملا منبع محور و با کیفیت باشه. امیدوارم که لذت ببرید شما هم و چند دقیقه حداقل بتونید از حال و هوای شرایط مزخرف فعلی کشور بیرون برید. حادث الطائرة بتشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد، وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. كيف وليه ما بعرفوا. لیلا عبداللطیف چهره جنجالی این روزای یوتیوب فارسیه، اما در بین اعراب و توی فضای شبکه‌های اجتماعی عربی بیشتر از 10 ساله که چهره جنجالی محسوب میشه. چرا؟ لیلا عبداللطیف به عنوان یک پیشگو شناخته میشه که هر چی میگه درست از آب در میاد. نکته مهم درباره این آدم اینه که در اغلب مواقع پیشگویی‌هاش در کمتر از 1 سال و گاهی حتی در کمتر از 1 الی 2 ماه اتفاق میفته. توی این ویدیو میخوام 3 موضوع رو با هم بررسی کنیم. اول، پیشگویی‌های عجیبش که به وقوع پیوسته، از جمله فوت رئیس جمهور ایران یعنی آقای رئیسی. دوم، پیشگویی‌هایی که هنوز اتفاق نیفتادن، از فقر و قحطی توی اروپا تا پیشگویی‌های عجیبش که این مدت بیشتر درباره ایران بوده. در نهایت هم بررسی این که واقعاً این آدم چطور پیشگویی میکنه، یا اتصالی به عالم ماورا داره، اصلا پیشگویی هم داشته که غلط از آب در بیاد. بیایید نگاهی داشته باشیم به پیشگویی‌های عجیبش که در زمان صحبت ازشون شاید عجیب به نظر می‌رسیدن، اما بعد از اتفاق افتادنشون باعث بیشتر بزرگتر شدن اسم این پیشگویی عرب شد. تمامی موارد پایین رو بین 1 ماه تا 1 سال قبل از رخ دادنشون پیش بینی کرده. پیشگویی درباره یه اتفاق هوایی توی ایران که تمام افراد در اون حادثه از بین میرن. این موضوع در واقع با سقوط هلیکوپترهای رئیسی رئیس جمهور ایران اتفاق افتاد. مرگ یک شخصیت محبوب توی لبنان که به شدت مردم لبنان رو غمگین میکنه و این در واقع شد همون ترور سید حسن نصرالله. للأسف الشديد سيعود ويشهد العالم عملية اغتيال كبيرة وقد تكون أخطر وأكبر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس السياسي الشهيد إسماعيل حنية للأسف. تنش بین کانادا و آمریکا، جنگ ایران و اسرائیل با حضور آمریکا، مرگ پاپ، سقوط بشار اسد توی سوریه، زلزله توی ترکیه، مسائل دعواهای بین ترامپ و ایلان ماسک، شورش مردم لبنان علیه حکومت لبنان به خاطر عدم حمایت از حزب الله و که دقیقاً چند ماه بعد از این پیشگویی اتفاق افتاد. سنرى توتر بارز بالعلاقات الأمريكية الكندية خلال الأشهر القادمة، كما سنشهد توتر عسكري بين أمريكا وإيران مما يجعل إيران في حالة من الترقب. همینطور یک جایی از پیشگویی‌هاش به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرده بود که در آینده هیچ گروهی بجز ارتش در لبنان و عراق سلاح به دست نخواهند داشت، که عملاً امروز می‌بینیم درباره خلع سلاح گروه‌های مذهبی توی کشور لبنان که همون حزب الله است و توی کشور عراق که همون حشد الشعبی داره بحث میشه و به مرور داره این قضیه اجرا میشه. موارد دیگه‌ای هم بوده: دیدار احمدالشرع و ترامپ به میزبانی بن سلمان، آتش‌سوزهای وسیع توی اسرائیل، افزایش قیمت نفت و طلا و نقره و فولاد، اختلاف میون اسرائیل و قطر در خلال جنگ غزه که بعداً و بعد از تلاش اسرائیل برای ترور سران حماس توی غزه اتفاق افتاد. كبير يظهر للعلن بين دولة قطر وإسرائيل بسبب الحرب على غزة أو شيء تاني.
نارضایتی‌ها و اعتراضات تونس توی سال 2020، نارضایتی‌ها و اعتراضات توی عراق، خراب شدن ماهواره‌ها و قطعی اینترنت در برخی کشورها که دیدیم همین چند ماه پیش اینترنت چند کشور اروپایی به مدت 1-2 هفته کامل قطع بود. و بجز تمام اینها یه چیزی هم که گفته میشه این بود که لیلا عبداللطیف مسائل 11 سپتامبر رو در واقع برخورد دو تا هواپیما با برج‌های دوقلوی آمریکا رو پیش بینی کرده بود. درباره این موضوع من خیلی تحقیق کردم اما هیچ ویدیویی که توش این شخص این موضوع رو پیش بینی کرده باشه پیدا نکردم. که عادیه، خب حالا اگر همین کارو کرده باشه در هر حال این قضیه مال سال 2001 20 سال پیش، اون موقع اینقدر شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای فیلم برداری رایج نبود. در هر حال یه جایی خود این خانم عبداللطیف گفته که افرادی از آژانس سیا به خونه اومدن تا ببینن از کجا من این موضوع رو میدونستم و حالا به این شکل بهش اشاره کرده. اما بیاید یه سری از پیشگویی‌هایی رو ببینیم که به تازگی انجامشون داده و هنوز به وقوع نپیوسته. اول از همه بریم سراغ پیشگویی‌هاش درباره ایران که طی 1 الی 2 سال گذشته اینها رو انجام داده. پیشبینی یه زمین لرزه بزرگ توی ایران رو کرده، اتفاقات بزرگی که منشأش رهبر ایران خواهد بود، جنگ دوباره ایران و اسرائیل با سلاح‌های جدیدی که قبلا توی جهان دیده نشده، از دست رفتن و مرگ یک فرد دیگه در ایران که به شدت باعث ناراحتی مردم کشور میشه، به زندان افتادن بسیاری از مقامات ایرانی، اعتراضات میلیونی در تهران به خاطر یک رویداد خاص، بهبود روابط ایران و عربستان و لبنان و سوریه و نشست همه اونها به دعوت پادشاه عربستان محمد بن سلمان. إسرائيل هزة أرضية أراها للأسف تضرب منطقة إيرانية واسعة وبتسبب الهلع خلال 2025. تشهد العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات مليونية لحدث ما. هلا شو هو الحدث ما بعرف. الملفات الإيرانية الداخلية والخارجية أراها بال2025 تقترب من الحلول النهائية وبشكل غير متوقع. مع دخول الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض بتدخل المواجهة والتصعيد بين أمريكا وإيران بشكل بارز، والمرشد الروحي السيد علي خامنئي أراه في قلب هذا الحدث من خلال كل القرارات التي ستحدد مصير السياسة الإيرانية للمرحلة القادمة والتي سنراها عبر وسائل الإعلام. وما بين أمريكا وإيران أرى العالم يحبس الأنفاس، وستكون إيران بال2025 على أبواب التغيرات الجذرية داخلياً وخارجياً. كما أرى أن الأنظار والإعلام سوف تتوجه إلى المرشد. بلایای طبیعی و همینطور به مرور کم قدرت شدن سران حوثی‌ها در یمن، حل اختلافات ایران و اسرائیل در آمریکا، رفع تحریم‌های ایران توی سال 2025 و 2026 و همینطور تغییر مسئولان حکومتی و تلاش سران جدید ایرانی برای صلح با کشورهایی که قبلا باشون مشکل داشتن. الروحي الإيراني السيد علي خامنئي بال2025 بسبب حدث لافت. شخصيات إيرانية تخضع للمحاسبة والمحاكمة داخل إيران، والأنظار والإعلان على أبواب السجون الإيرانية بسبب حدث بارز. سنرى الحزن يعم إيران بال2025 بسبب فقدان شخصية إيرانية بارزة. پیشگویی‌هاش درباره کشورهای همسایه و نزدیک به ایران، اینکه بین اردن و عراق مشکلات مرزی پیش میاد، پیروزی پوتین در جنگ اوکراین، حضور دوباره آمریکا در عراق و اعتراضات مردم عراق، بهبود و رشد اقتصاد سوریه و اتحاد مردم سوریه با احمدالشهر، صلح لبنان و سوریه و عراق و لیبی و فلسطین با اسرائیل، جنگ جهانی سوم که همه کشورها رو در بر نمیگیره، سونامی توی کشور عربی، تهدیدها و کاهش قدرت ترکیه، افزایش تنش‌ها بین ترکیه و اسرائیل، اختلافات بین ترکیه و روسیه، تشکیل دولت مستقل فلسطین و انقلاب توی کشور عربی در پی خیانت کشورهای بزرگ به رهبر و پادشاهش. احتمال داره این انقلاب مربوط به قطر باشه چون همین الان هم خیلی با بقیه کشورهای عربی مشکل داره. حالا بریم سراغ پیشگویی واقعا عجیبش درباره کشورهای اروپایی، آمریکایی و پیشگویی‌های کلی. اگر ویدیو خستتون کرده، بخش آخر بخش مهم ویدیوها، اونجایی که می‌خوایم بررسی کنیم آیا پیشگویی اشتباه هم داشته و اینکه اصلا مدل پیشگویی کردنش به چه شکلی. خب بریم سراغ پیشگویی واقعا عجیبش درباره کشورهای اروپایی، آمریکا و پیشگویی کلیش. جنگ داخلی توی آمریکا در سال 2025 رو پیش بینی کرده، دیده شدن اشیاء آسمانی و سفینه‌ها در آسمان آمریکا و دیگر نقاط دنیا از جمله کشورهای عربی. یه فاجعه طبیعی بزرگ توی آمریکا مثل طوفان که شبیهش تا الان نبوده، یه فاجعه‌ای که همینطور پیشبینی یک فاجعه و رسوایی که باعث آبروریزی برای ترامپ میشه رو کرده. توی یکی از ویدیوهاش میگه که احتمال داره برای ایلان ماسک توی دریا اتفاق بدی بیفته و حتی بهش پیشنهاد میکنه که
مدتی سمت دریا نره. تلاش برای ترور دوباره ترامپ و شکستگی اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی توی سال 2025 و 2026 تا جایی که مردم به فقر و گرسنگی میرسن. اختراع داروی قطعی دیابت و سرطان و کلسترول بالا، بازگشت دوباره و شدید ایدز، کوچ مهاجران آفریقایی به روسیه، حملات تروریستی توی فرانسه، انتشار بیماری‌های کشنده به دلیل پرتو نور خورشید، کاهش قیمت دلار که الان خب همین الان می‌بینیم یه جورایی ترامپ داره سیاست‌هایی رو میچینه که کاهش قیمت دلار رو داشته باشیم تا بقیه سرمایه‌گذارها بتونن توی آمریکا سرمایه‌گذاری کنن. رویارویی انسان و هوش مصنوعی مرگ یه فوتبالیست معروف توی شرایط مبهمی رو پیش‌بینی کرده که خب اینو بعضی‌ها میگن دیگو ژوتا بود که 10 روز بعد از ازدواجش فوت شد. بعضی‌ها هم میگن نه این پیش‌بینی هنوز اتفاق نیفتاده و مربوط به رونالدو میشه. بازگشت کرونا و آنفولانزای پرندگان، قطع برق گسترده جهانی، افزایش فقر در دنیا و مخصوصا آفریقا در ماه اول و دوم میلادی 2026، آتش‌سوزی توی آلمان و ترکیه، تظاهرات آلمان، شیوع یک ویروس در آلمان و مقاومت مردم در برابر واکسن و قرنطینه و همینطور رفع تحریم‌های روسیه، تکرار عملیاتی شبیه به پیجرها، جایگزینی شبکه‌های اجتماعی فعلی با یک شبکه دیگه و کمرنگ شدن اپلیکیشن‌های قبل و در آخر جنگ تایوان و چین. اما یه موضوع بسیار مهم، چیزی که تو بقیه ویدیوهای یوتیوب بهش اشاره نمیشه تا موضوع براتون عجیب باشه و تا آخر ویدیوهاشون رو نگاه کنید. سوال: آیا لیلا عبداللطیف پیشگویی غلطی هم داشته؟ قبل از ادامه خیلی ممنون میشم ازتون اگر کانال من رو سابسکرایب کنید، دکمه لایک رو بزنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد کامنت هم منتشر کنید. مخصوصا کامنت هایی که به زبان انگلیسی باشه به شدت به رشد بیشتر کانال و جلوگیری از حذف ویدیوها کمک میکنه. ایشون توی یکی از پیشبینی‌هاش گفته بود نگاه‌ها به سردر زندان‌های ایران متمرکز میشه. بعد از جنگ 12 روزه اومدن و گفتن که منظورشون حادثه شلیک اسرائیل به سردر زندان اوین بوده. اما عجیبه چون تو مصاحبهش داره از لفظ زندان‌ها استفاده میکنه. پس شاید بگیم تا حدودی اشتباه میتونه باشه. جایی گفته بود یه اتفاق تأسف‌بار برای همسر جورج کلونی میافته. بعد از مدتی و به خاطر یه سری مسائل سیاسی ترامپ دستور ممنوع الورود شدن همسر جورج کلونی به آمریکا رو امضا کرد. اما خب عجیبه چون این اتفاق خیلی تأسف‌بار نیست و بیشتر مردم منتظر اتفاقات بدتری برای ایشون بودن. توی یکی از پیشگویی‌هاش به کناره‌گیری بایدن اشاره کرد و گفت نه بایدن و نه ترامپ پیروز نمیشن و احتمالاً کاملا هریس که رئیس جمهور میشه. اما نشد. این هم برام جالبه. اما همینا بود. همینا پیشگویی‌های غلطش بودن. خیلی. یه نگاهی بندازیم به یه خبر ساده که توی سایت خبرگزاری جمهور توی سال 1392 منتشر شده، یعنی 12 سال پیش. توی این خبر یه سری از پیشگویی‌های ایشون منتشر شده، اما نکته عجیبش چیه؟ اینکه بسیاریش اصلا اتفاق نیفتاده. مثلا گفته بودن که میشل اون رئیس جمهور لبنان نخواهد بود، اما توی سال 2016 این اتفاق افتاد و رئیس جمهور شدن. جان قوچی اگر اسمش رو درست بگم رئیس جمهور لبنان خواهد شد که کاملا غلطه و این اتفاق نیفتاد. تمام سلام کابینه‌ای تشکیل نمیدهد، اینا همش مربوط به لبنان دیگه که اینم اشتباه بود. تمام سلام توی فوریه 2014 کابینه خودش رو تشکیل داد. حسن روحانی به عربستان سعودی سفر میکنه که خب چنین چیزی اتفاق نیفتاد و در دوران ریاست جمهوری ایشون اصلا چنین سفری انجام نشد. امنیت و آرامش به یمن برمیگرده که هنوز دیدیم این اتفاق اصلا نیفتاده. اتحاد آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم که میشه گفت عملاً اتفاق نیفتاد. علاوه بر اینها پیش‌بینی‌هایی هم برای تغییر نظام عراق توی سال 2024 داشت که هنوز اتفاق نیفتاده. حالا بریم سوال مهم، این آدم چطور پیشگویی میکنه؟ چون حتی با همه اشتباهاتش همچنان این همه دقت در بسیاری از اونها عجیبه. ببینید درباره این موضوع ما صرفا میتونیم چند تا نظریه رو مطرح. یک، اگر اهل دنیای ماورا باشیم و بخوایم سراغ این نظریه‌های ماورایی بریم که خب به کمک اجنه میتونه پیشگویی کننده و غیره، و حتی اگر به اجنه باور کامل داشته باشیم، یعنی کسی هستید که به منابع دینی اعتقاد دارید و باور دارید که اجنه چنین قدرت‌هایی دارند، همونطور که توی ویدیوی قبلی هم گفتم، یعنی حضور اجنه در جنگ ایران و اسرائیل، منابع دینی مختلف اشاره میکنن که اجنه توانایی دیدن آینده رو نداره. در ادامه این که الان باورمون اینه که شما یه انسان دیندار هستید و منابع دینی رو قبول دارید، حتی توی خود قرآن هم یک آیه به این موضوع اختصاص داده شده و میگه که سلیمان بعد از مرگش مدت‌ها به عصاش تکیه کرده بود و در نهایت وقتی که عصاش رو موریانه میخوره، اجنه تحت اسارتش متوجه مرگش میشن. و تو همین آیه مستقیما میگه اگر اجنه توانایی غیب بینی رو دارن چرا چنین چیزی رو ندیدن و عملا مسخرهشون میکنه. همینطور منابع دینی شیعیان هم میگن اجنه در گذشته میتونستن با ورود به عالم بالا اخبار رو بشنون، اما بعد از تولد پیامبر دیگه چنین اجازه‌ای بهشون داده نشد.
نظریه و مورد دوم که خیلی محتمله ارتباط این شخص با سازمان‌های جاسوسی مخصوصاً سازمان موساد است. ببینید اگر ویدیوی قبلی منو دیده باشید می‌دونید که نظرم درباره حکومت ایران چیه و با خیلی از نظریه پردازها و سیاست‌هاشون مخالفم. اما به عنوان یک راوی وظیفه دارم منابع رو بررسی کنم. وقتی که منابع رو بررسی می‌کنم به 2 چیز مهم برخورد می‌کنم. یک، بسیاری از فتنه‌ها و اتفاقاتی که به عنوان حادثه در نظر گرفته میشه از نظر افرادی مثل آقای رائفی پور برنامه قبلی خود آمریکا و سازمان موساد برای رسیدن به اهدافشون. مثلا حادثه 11 سپتامبر رو اتفاقی برنامه ریزی شده برای حضور آمریکا توی خاورمیانه میدونن. حالا حتی اگر مثل من خیلی هم با آقای رائفی پور موافق نباشید، من چند روز دیگه میخوام یه ویدیو درباره ایشون هم بسازم. آینده پژوهانی مثلا مهدی مطهرنیا که اصلا مقابل آقای رائفی پورن، ایشون هم حتی 11 سپتامبر رو یک ضد واقعه تعریف میکنه. یعنی اتفاقی که آمریکایی‌ها ازش حداقل باخبر بودن، حتی اگر برنامه خودشون نبوده باشه، که حالا آقای رائفی پور و امثال ایشون یکم جلوتر میرن و میگن که نه این اصلا برنامه خودشون. خب پس تا اینجا چی؟ این که بسیاری از فتنه‌ها و اتفاقاتی که به عنوان حادثه در نظر گرفته میشه برنامه‌های خود CIA و موساد، سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل هستن. مورد دومی که موساد و CIA به شدت به رسانه‌ها اهمیت میدن و سعی میکنن برای اتفاقات مختلف ابتدا ذهن مردم رو آماده کنن. با توجه به این شاید بشه گفت لیلا عبداللطیف یک مهره اسرائیلی باشه که وظیفه آماده کردن ذهن مردم رو داره. برای این کار هم یه سری اتفاقات خاص رو پیش بینی میکنه تا بین مردم محبوب بشه. بعد حوادثی که در برنامه هست به وجود بیاد رو ازش صحبت میکنه. مثلا همین الان میدونیم که اغلب نظریه پردازها حتی در داخل کشور میگن حادثه فوت آقای رئیسی برنامه موساد بود. یعنی برنامه خیلی بلند مدت بود که اول آقای رئیسی بعد به بهونه مجلس ایشون اسماعیل هنیه ترور بشه. پس وقتی که چنین برنامه‌ای داشته باشن این که لیلا عبداللطیف از اینها بشنوه و برای آماده کردن ذهن مردم بیاد اینها رو پیش بینی کنه، کاملا منطقی به نظر. اما خب شاید این سوال رو بپرسید که چرا موساد به چنین کسایی نیاز داره؟ جوابش ساده است. ببینید مثلا همین حالا این خانم داره صحبت‌هایی از انقلاب در ایران میکنه. وقتی این پیشگویی بین مردم ایران پخش بشه به پشتوانه پیشگویی‌های درست قبلی که البته کسی زیاد از پیشگویی غلط این خانم نمیاد صحبت کنه دیگه، فراموش میشن و همه نظرشون جلب میشه به پیشگویی‌های درست این خانم. رخ دادن چنین اتفاقی اون موقع آسان‌تر میشه. یعنی من و شما ممکنه اگر صحبت از انقلاب بشه بگیم عمرن این اتفاق بیفته، ولی اگر یک نفر بیاد بهمون بگه که این خانم تا الان هر چی پیشگویی کرده درست در اومده از آب، این باور تو ذهنمون قوی‌تر میشه که آهان پس میشه. پس در عمل موساد به چنین افرادی نیاز داره تا بتونه بر رسانه‌ها فرمان روایی کنه، ذهن مردم رو برای اتفاقاتی که میخواد آماده کنه. حالا این وسط 4 تا اطلاعاتی هم که میتونه خیلی سر و صدا کنه و عملاً برای آماده کردن ذهن مردم نیست رو به ایشون میده. مثلا فوت‌های رئیسی رو ایشون مدام پیش بینی کردن برای آماده کردن ذهن مردم نیست دیگه. این اتفاقی بود که کاملا خارج از دسترس مردم اتفاق افتاد. ولی وقتی که این شخص بیاد به پشتوانه این پیشگویی اعتبار بگیره، حالا میتونه پیشگویی هایی کنه که در برنامه هست و به کمک خود مردم انجام میشه. بنابراین به همین دلیله که خیلی از تحلیلگرها و خیلی از افراد سیاسی هم ایشون رو یکی از مهره‌های موساد میدونن. حالا بر اساس این نظریه پس کاملا هم عادیه که بعضی از چیزایی که موساد براش برنامه داشته طبق برنامه جلو نره. یعنی اون حالا توهم‌ها رو بذاریم بیرون که اینها دیگه فرمان روای دنیا هر کاری بخوان میکنن، قطعاً برنامه‌هایی هم دارن که انجام نمیشه دیگه. مثلا عادیه که برنامه اسرائیل برای تغییر حکومت‌ها توی لبنان و عراق شکست بخوره یا خیلی از مواردی که بالاتر بهشون اشاره کرد. این نکته جالب دیگه هم وسط بگم و ویدیو رو تموم کنم. بالاتر گفتم که ایشون پیش بینی کرده بود کامالا هریس رئیس جمهور آینده آمریکا. جالب اینجاست برام که توی یکی از ویدیوهای آقای رائفی پور شنیده بودم. حالا صحبت از آقای رائفی پور به معنی تایید و غیره ایشون نیست، صرفا من بررسی میکنم همیشه همه مدل ویدیوها رو از همه افراد تلاش میکنم ببینم. داشتم میگفتم توی یکی از ویدیوهای آقای رائفی پور شنیده بودم رئیس جمهور شدن ترامپ طبق برنامه کلی خود آمریکا هم نبود. در واقع برنامه این بود که بعد از اوباما که یک سیاه‌پوست بود، یک زن هم رئیس جمهور آمریکا بشه و برنامه‌ها رو پیش ببره. اما ترامپ همه چیز رو به هم زد. خب بعد از همه اینها یکی از انتقاداتی هم که به ایشون وارده اینه که خیلی از مواقع به شکل ناواضح صحبت میکنه. یعنی میاد صحبت از زلزله توی ایران میکنه. حالا این وسط توی ایران که سالانه 10 زلزله اتفاق میفته، به راحتی میشه گفت که پیشگوییش درست از آب در اومد. یا صحبت از فوت یک انسان عزیز در ایران میکنه که حتی اگر فردا یک شخص نه چندان عزیز و معروف هم توی ایران فوت بشه، طرفداراش میگن پیشگوییش درست از آب در اومد. یعنی شما یه شخص سلبریتی مثلا را خدایی نکرده ولی مثلا فرض کنید تتلو به دلیلی توی زندان فوت بشه،
یک شخص سیاسی، یک شخص مهم، هر کسی رو میشه به این پیشگویی نسبت داد و گاهن این کلی بودن است که باعث میشه شاید تا حد زیادی پیشگویی‌هاش درست حساب در بیاد، اما همه پیشگویی‌هاش واقعا اینطوری نبوده و بعضی‌هاش به طور دقیقی اشاره شده و اتفاق هم افتاد. خب به پایان ویدیو رسیدیم. بعد از این ویدیو هم علاقه دارم به سراغ پیشگویی معروف لبنانی دیگه به اسم میشل هایک برم که برخلاف لیلا عبداللطیف فقط سالی یه بار و در ابتدای سال نو میلادی پیشگویی‌هاش رو منتشر میکنه و اتفاقا ایشون هم حوادث عجیبی رو پیش بینی کرده. پس حتما سابسکرایب کنید تا محض انتشار ویدیو اون رو مشاهده کنید. Free audio post-production by alphonic.com